این جلسه دومه. بله. درسته؟ بله. میخوایی یه شرح حالیت دردت بدی به بینندگانی که دارن؟ دردم صبح از همیشه خیلی زیاد بود. خب به طوری که نمیتونستم حتی شلوارم رو خودم بدون اینکه تکیه گاهی داشته باشم پام کنم. اوکی. پای راستم و با پای چپم رو یک اندازه نمیتونستم به یه میزان بلند کنم از رو زمین که بدون اینکه چیزی رو نگیرم شلوارم رو بپوشم. و در طول روز خب تیر میکشید سمت راستم. خودم رو قبول کرده بودم این دردو که داشته باشم. چقدر در طول روز مثلا درصد در طول روز تیر کشیدنش؟ تقریبا 50% در روز رو درد داشتم. خب شاید بعضی روزا بیشتر، بستگی به اون که وزنی رو بلند کنم نکنم. به هر حال شدت درد چقدر میشد؟ شدت دردم چون تالرنس دردم بالاست. من اگه بگم دردم شیشه، اینجوری بگم که صفر که یعنی هیچی درد، 10 هم یعنی باید ببریمت بیمارستان. من همیشه بین 5 تا 7 درد داشتم. بین 5 تا 7 درد داشت هر روز. خیلی خوب. وقتی اون درد می آمد 5 تا 7، گاهی اوقات اصلا میرفت روی نروی که یعنی مجبورم که یا هیت بذارم یه کاری بکنم که این درده بره. خیلی خوب. الان با فاصله داریم ریندینگر دومتو انجام میدیم، درسته؟ بله. یعنی یه روز گذشته از ریندینگر 2 روز. چرا دیگه؟ 2 روز گذشته. اوکی، 2 روز گذشته. توی این 2 روز اخیر دردت رو چجوری توصیف میکنی؟ اصلا درد ندارم. در به طول طوری که الان روز- میگم برای چی برم این کارو بکنم. در طول روز اصلا درد نداشتی؟ اصلا. ولی شب که میخوابیدی صبح بلند میشدی یه صبح دردی که داشتی؟ پا میشم دردو دارم. خم و راست شدنم سخته. بعد از یه مدتی که از روز میگذره دیگه ندارم. الان اصلا درد ندارم. شدت درد چقدره؟ الان درد ندارم. وقتی که صبح درد صبح داری؟ که پا میشم همون 5 و 6. 5 و 6. There you go. بسیار عالی. بریم بیرون. راحتی؟ این دفعه اون دفعه تو سمت راستم خیلی احساس کردم، این دفعه تو هر دو طرف. یعنی مثل 2 تا تونل، یکی راست یکی چپ. اینجا نه سرتو بالا نکنش. خب اینجا یه دردی داره. آره اینا. نفس بگیر. یادت این دست رو چیکار کردیم سری قبل؟ این دست اینجوری بیاد اینجا، آرنجتو خم بکن. این استخونه با آره بذار اینجا قشنگ فاصله بیفته، ولی عضلای گردن تو تنسش نکن. اینجاست دیگه، درسته؟ اینا. خب بذار قشنگ لخت و رها باشه. خب فول اینجا یه آره خیلی نرم‌تره، ولی ریلکسش بذار باشه. ریلکس. اینجا قشنگ اینجوری بکن. نه دیگه این عضله رو خب شونه همچنان باید یه مقداری باز بشه. در نتیجه بذار ریلکس باشه. میتونم کمی درد بگیره. اینجا شروع باشیم. آفرین. عالی. اوه دیم. واو. اوه. Almost done. یه جوری نگاه می‌کنی یعنی چی می‌خواد دوباره انجام بده؟ Exactly. خوب فهمیدی ها. یعنی چی خوبم.
Oh my God. خب. فکر اینو بکن که شب که میخوابی صبح بلند میشی دردی نداری. الهی آمین. آره دیگه. خب تونستیم یه جایی برسونیم که در طول روز درد نداشته باشی، بتونیم یه جایی برسونیمش که صبح تا شب، شب تا صبح هیچ دردی وجود نداشته باشه. درسته؟ کاملا لخت و رها. بده بیم. پات هم تکون بده. باز پام اومد بالا. نه. خیلی ریلکس تر بودش. حالا توی این یکی دو روز آینده میبینی که آیا شب که میخوابی دردی داری نداری چجوریه. اوکی. آره دیگه. اوکی؟ اوکی. تمام. Thank you.